چرا میگن فقط یه خدا هست؟ مگه نمیشه چند تا خدا باشه؟ ببینید بچه‌ها، اگه چند تا خدا باشه حتما بینشون اختلاف پیش میاد. یکی میگه بارون بیاد، اون یکی میگه آفتاب باشه. یا مثلا 2 تا آشپز که میخوان غذا درست کنن، یکی میخواد نمک بریزه، اون یکی میگه نه وقتش روغن بریزیم. خب اگه اینطوری باشه دنیا به هم میریزه، هیچ نظمی باقی نمیمونه. یه مثال ساده بگم براتون. فکر کنید توی یه کلاس 2 تا معلم باشن که هر دو با هم دعوا کنن. یکی بگه بچه‌ها ریاضی بخونید، اون یکی بگه نه همین الان برید ورزش کنید. بچه‌ها گیج میشن و کلاس به هم میریزه. ولی وقتی یه معلم باشه همه میدونن باید چی کار کنن و کلاس مرتب میشه. دنیا هم همینطوره. چون فقط یه خدا هست همه چیز منظم و قشنگ جلو میره. خورشید و ماه مرتب پشت سر هم میان و میرن و همه اینها به خاطر اینه که یه خدا دستور داده که دنیا چطور پیش بره. خدا تو قرآن سوره انبیا آیه 22 میگه لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. اگر در دنیا چند تا خدا بود همه چیز به هم میریخت و خراب میشد. یعنی فقط یک خدا هست تا دنیا مرتب و امن باشه. هیچ کس دیگه نمیتونه جای خدا کارای عالم رو درست کنه.